امروز با معرفی پمپ‌های بوستر الکتروژن در خدمتتون هستیم. تیپ‌های EBZ پمپ‌های الکتروژن. این پمپ‌ها چندین حسن دارن. من به طور خلاصه عرض می‌کنم خدمتتون. یکی اینکه خیلی کم حجم، کم جا هستن. دیگه نیازی به سوار کردن اتوماتیک، سوار کردن به اصطلاح بالون روی پمپ نداریم. تا طبقات 4 و 5 خیلی به اصطلاح مناسب هستن، جواب میدن و طبقات پایین‌تر شکل شکلی دارم و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید صفحه دیجیتالی روش هست که روشن خاموش کردن پمپ، استاپ پمپمون و تنظیم فشار نسبت به ارتفاعی که ما نیاز داریم و تنظیم دبی روی این پمپ تعبیه شده. ورودی خروجی پمپامون از قسمت پشت هستن و خیلی جالبه که این پمپ ها اخیراً خیلی تو بازار مشتری پیدا کردن به خاطر کم حجم بودن و کامپکت بودنشون که یه نوع بوستر پمپ کامل خانگی هستن که هم داخل واحد و هم میتونیم در پیلوت یا حالا محل ورود آب به آپارتمان ازش استفاده کنیم.